امروز 16 январ است و برنامه خبری رادیو آزادی است. تقدیم شما عزیزان. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای روز. از برف گریختند اما زیر سنگ ماندند و یا وضع ناگوار مهاجران داخلی. از جرگتال به امید زندگی خوب به خطلان آمدند ولی سرگردان شدند. این جام موش داره، هر روز خش میرم موشا را میخوره. روسیه تصمیم دارد به هر نفری که در زمان اتحادیه شوروی به دنیا آمده است شهروندی و یا حق دائمی اقامت را بدهد. و با پاپخای حبیب نور محمدов در خیابان‌های دوشنبه جوانان کلاسفید میگویند با این را مخلص بودنشان را نشان میدهند. خیلی که فوتبالیست‌ها مایک‌هاشون مخلصاشون می‌خرن می‌پوشن. ما هم خیلی مخلصی حبیبیم. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. یک زن 70 ساله به نشان اعتراض خود را آتش زده است. استاد قربان و ساکن ناحیه عینی روز 13 ینور در بازداشتگاه موقتی همین ناحیه خودسوزی کرد. گفته می شود این زن سالخورده به خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین متهم است. حالا استاد قربان و در شعبه احیای بیمارخانه ناحیه عینی بستری است. وکیل دفاع قربان و میگوید انتظار میرفت 18 ینور مرافعه زیر حمایه‌اش در دادگاه آغاز شود. گزارش مفصل را درباره این حادثه در نشر بعدی برنامه خبری منتظر باشید. البته مشکلات کمبود زمین دامنگیر خانواده‌های زیاد در تاجیکستان است. خانواده در ناحیه بختر برای دریافت زمین و بنیاد خانه پسرش را به خدمت حربی فرستاد. اما با این هم صاحب یک پارچه زمین نگشت و زندگی طاقت فرسای خود را در یک کلبه تنگ ادامه می‌دهد. آرزوی کریم حال این خانواده را نوار گرفت. ساکنان این کلبه که همگی 7 متر مربع برای استقامت دارد تا 2 هفته پیش با شرایط خود سازش می‌کردند. این مکرونه همی سال نو وردگی مکرونه خدا برکت بیته ما وردن کودکورا ایقا. بدرالدین 67 ساله سرما خورد و فریاد خدیجه برای حفظ جان همسرش بلند شد. بمرت کمینا هر روز پرتوتاست از پول ندارم که برام لیچه نکنم. بدرالدین از قرغیزهای جرگتال است که 23 سال پیش برای زندگی خوب به دهه حیات نوی شهری باختر به نزد پدرش کوچید. بعد خسر من خشتمال مرد حیوان بوزاد تبرکلوز شد مرد این مرد که کتل شده دیگه اون بعد بچه‌ها جای نکرد اما کی کلونش های کرد اما کی کلون اختم خود شد. با 5 فرزند در بدر شدند و سال 2013 در این گوشه این ساختمان را به کرایه گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. تاش هم پستاگی اکای جون امی تخته نو کردیم با لیلون کردن وردن چکیدن ام قیامتی و لیلون هم دیردگی تاش علامت شمول میدرویا. خدیجه میگوید چند بار به مقامات مراجعت کردند مشکلشون حل نشد. گاهی به سبب نرسیدن جای خدیجه با دخترش در بیرون میخوابد. باز هم برمیگردیم به موضوع خودسوزی. راسو 50 سال پیش در همین روز یک جوان چخ خود را در مرکز پراگ سوزاند. او نیز با این عملش اعتراض خود را نشان داد ولی اعتراض یان پالخ آهنگ سیاسی داشت و اسم او را در صحیفه تاریخ ثبت کرد. تفصیلات بیشتر را از مومن احمدی میشنویم. مردم دهشت زده شدند. ماه ینوری سال 1969 حدود 40,000 نفر در پای تابوت یان پالخ راست ایستادند. دانشجوی 20 ساله خود را در مرکز پراگ آتش زد. خودسوزی این جوان بعد از آن روی داد که نیروهای شوروی وارد جمهوری چخسلواکیه شده بر روند دموکراتیک کنی جامعه خاتمه بخشیدند. پالخ گفت با این عمل خود می‌خواست جامعه ناامید شده را تکان بدهد. پالخ رمزی مردمانی تحقیر شده گشت که کوشش داشتند راه خود را در تاریخ پیدا کنند اما نیروی ایمپریای بزرگ این علنگه را خاموش کرد. پالخ نشان داد از زندگی الهیده یک نفر دیده مسائل مهمتر موجود است. درباره عمل پالخ تمام رسانه‌های جهانی نوشتند. او از یگانه نفر نبود که به چنین راه رفت. ماه سپتامبر سال 1968 اثنای جشن حاصل در ورشو ریشار سیویسی 59 ساله هنگامی در منبر بودن خودسوزی کرد. قبل از این او مراجعت نامه را ثبت کرد که در آن او از وارد شدن به خاک چخسلواکیه و حضور ارتش لهستانی را در عملیات تنقید نمود. فریادی مرا بشنوید، فریاد آدم عادی را. این ندا به مردم است که آزادی خود و دیگران را بیشتر از حیات خود دوست می‌دارند.
در این چاره‌بینی بیش از 100,000 نفر اشتراک داشت، اما مقامات توانست که مدت چند ماه مرگ فاجعه‌ای سیویس را پنهان نگه دارد. بخش لهستانی رادیو آزادی در این باره بعد از خودکشی یان پلخ خبر داد. این اطلاع مورد توجه قرار گرفت. در محل خودسوزی پلخ دانشجویان دست به گرسنه‌نشینی زدند. یکی از آنها یان زایتس، نام او در یک لوحه خاکسارانه در قبضه پلخ درج شده است. زایتس یکی از چندین نفرانی بود که در پیروی به پلخ خود را آتش زد، اما واکنش جامعه به این عمل کمتر بود. گزارشро дар бораи эътирози Ян Палах ба таҷовузи артиши шӯравиро дар шакли муфассал метавонед дар озодӣ видео тамошо кунед. дар ҳамин рӯзҳо мисли ин ки Русия дар фикри эҳёи шӯравӣ бошад, ба тақдими шаҳрвандиаш пардохтааст, маҳз ба онҳое ки дар ҳамон давра ба дунё омаданд. Президенти Русия Владимир Путин ба қонуне имзо гузошт ки имкон медиҳад сарвари ин кишвар хориҷиҳоеро ки метавонанд ба таври сода шуда соҳиби шаҳрвандии Русия гарданд муқаррар намояд. ин қонун баъди 90 рӯзи нашр дар расонаҳо ба ҳукми иҷро медарояд. Кавимар Сиато дар ин бора мегӯяд. ҳар шахсе ки дар иттиҳоди шӯравӣ ба дунё омадааст метавонад шаҳрванди Русия шавад. акнун барои дарёфти шаҳрвандии Русия зарурати даст кашидан аз шаҳрвандии хориҷӣ аз байн меравад. ин аст хулосаи вакилони парлумони Русия ки дар суҳбат бо расонаҳои ин кишвар иброз доштанд. вакилони думаи давлатӣ ба рӯзномаи Московский комсомолец гуфтанд, кумитаи умури миллатҳои парлумон лоиҳаи қонунеро тасвиб кард ки тақдими шаҳрвандии Русия ба донандагони забони русиро содда мекунад. бар пояи он ду қонуни дигар такмил хоҳад шуд. мақомдорони рус донандаи забон ва ё ба истилоҳи русӣ носители язика шахсеро ҳисоб мекунанд ки дар хоки Русия ва ё собиқ иттиҳоди шӯравӣ таваллуд шуданд. бар илова шахсоне дар ин рӯйхат шомил мешаванд ки наздиконашон дар Русия ва ё иттиҳоди шӯравӣ ба дунё омаданд. ба ин табақаи хориҷиён зарур нахоҳад шуд ки барои гирифтани ҳаққи истиқомати доимӣ дар Русия аз шаҳрвандии кишвари дигар даст кашанд. ба навиштаи нашрияи Московский комсомолец дар гузашта маҳз ҳамин бахш боис мешуд ки мансабдорон довталабони шаҳрвандӣ ва ҳаққи истиқомати доимӣ дар Русияро ба истилоҳ азият диҳанд. рӯзҳои наздик кумитаҳои дигари думаи давлатӣ ин лоиҳаро баррасӣ мекунанд. ба қавли коршиносон ин тарҳро ҳизби ҳокими Русияи воҳид таҳия кардааст ва ба эҳтимоли зиёд он бидуни баҳсу талоши зиёд тасвиб хоҳад шуд. дар миёни муҳоҷирони тоҷик нафарони зиёде мехоҳанд соҳиби шаҳрвандии Русия шаванд, зеро Тоҷикистону Русия бо ҳам низоми барномаи душаҳрвандӣ доранд. аммо амалан ҳатто доштани шиносномаи сурх низ обрӯи муҳоҷирони тоҷикро дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин кишвар намеафзояд. манзур қазияи ду бародар Асадулло ва Фарҳоҷон Салиевҳо аст ки 2 рӯзи пеш мо дар бораи онҳо гузориш дода будем. яке аз онҳо шаҳрвандии Русияро дошт, аммо новобаста ба ин ҳарду бародарон боздошту ҷарима шуданд. дуввумиро милисаҳо латукӯб ҳам карданд. рӯ мерам ба мавзӯъҳои дигар. волидони тифли 2-солаи иддао доранд ки фарзанди онҳо қурбони иштибоҳи ҷароҳ шудааст. онҳо дар ин маврид ба додситонӣ ва дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ шикоят карданд ва ваъда гирифтанд ки давои баррасӣ мешавад давои ин волидайн. чанд рӯзи пеш замоне ки хабарнигорони радиои озодӣ ба дидани Амирҷони Хурсол рафтанд, ӯ нафаси сунъӣ мегирифт ва зоҳиран охирин лаҳзаҳои зиндагиаш буд. این نوارها 2 روز پیش از مرگ امیرجان گرفته شدند. زمان تهیه گزارش این طفل 2 ساله فوتید. نزدیکان امیرجان که بعد از 2 جراحی و 2 ماه معالجه در این بیمارستان درگذشت، طبیبان را گناهکار می‌دانند. اومدیم گفتیم چی گپه؟ گفت که نه اجازه بدین که شکم دم آورده دلش میکفه میبره ما تیز اپراسیون کنیم که امی دمش یک جای رودوش ببینیم. گفتیم خیمالی توکلش به خدا بر اپراسیون کرد. برد اپراسیونش کرد خی 5 ساعت اپراسیونش دوام خورد. بعد همونجا شنیدیم که ژلودکا کفیده بوده. نزدیکانش میگویند امیرجان را ماه نوامبر با درد پیشابدان آوردن و ادعا دارند که خطای طبیبان در بیمارستان قریه‌ای بالا سبب از دست رفتن طفل شد. میزد میخورد را میگشت ای خوردن مونده دمیدم هیچ نمیخورد فقط خود چشمه پوشید میخوردگیش هم میفرید او فقط میخورد تمام ای رهگردی مونده بودکم مونده میگفتمش که بچه‌م هم خالش ده اپا میگفت که کسل میگفت تمام کسل میگفت تمام.
نزدیکان امیرجان میگویند بعد جراحی و بد شدن وضع کودک آنها دیگر طبیبی را که او را جراحی کرده بود ندیدند. اما طبیبی که در روزهای آخرین زندگی امیرجان را طبابت میکرد گفت تشخیصی معین کرده جراح درست است. معلوم شده است با چنین نقص قطعی که نقصی که پوزرنا پوچیچن رفلکس میگن ابرند سسود میگن راکوی ایلوه که راه پیشاب راه را میبندد و پیشاب از پیشابدون وقتی پیشاب کردن جمع میشود و وقتی که وای میخواد پیشاب کند قسمی پیشاب بیرون میبرد قسمش قفا میرود. در نتیجه در خانه طبابت کردگی در جای استقامت طبابت کردی داروهای پاراسیتامول پاردیفین نورافین همه خیلی داروهای نستروید میگیم خوردگی و روده ها را کسل کردگی. در این مابین روده ها سوراخ شده است. روده را اپراسیون کردن جراحی کردن. مسئولین وزارت تندرستی هم گفتند سبب مرگ و درستی یا نادرستی جراحی امیرجان را تنها خدمات نظارت عاید به تندرستی پس از تحقیق معین خواهد کرد. مودی نو در توجیکستان اکنون جوانان کلاه پاپاخ به سر میکنند به مثل ورزشگر شناخته داغستانی حبیب نورمحمدов. این نوع کلاه را مردان میان سال نیز خوش دارند و خریداری میکنند. سبب معروفیت کلاه پشمینی سفید در زمستان امسال و نرخ آن را امردین اولیموف پرسجو کرد. چند ماه اخیر نزد دکان کلاه فروشی بختیار سرادم است. دقت میزوجان را سرپوش‌های کافکازی او جلب میکنند. پاپاخ یا سرپوشه که چمپیون UFC حبیب نورمگامدوف زمانی به سبقت برآمدنش به سر میکند. فرق نداره مخلص وقتی مخلص شید ولی سن سال فرق نداره. خوی 18 ساله باشه خوی 70 ساله 70 سالش هم خریدگی 18 سالش هم خریدگی همه مخلص میگیره. برای بختیار این سرپوش ها را از داغستان میارند و میگوید توجه جوانان تاجیک بعد سبقت اخیر حبیب با رزمنده ایرلندی کنور مکگرگور بیشتر شده است. ارزش این کلاه ها از 100 تا 350 سومانی است. پشم تازه آخه مال صفت خوب است، صفت الله، پشم تازه، پشم گوسفند است. برای همین خیلی ارزش هم قدره هست و ارزانش اسکوستوینه و یا ارزانه. در خیابان‌های دوشنبه جوانان کلاه سفید زیاد به چشم میرسند. پاپاخ را همچون سرپوش زمستانه به سر میکنند. کریم جان امروز برای خریدن سرپوش آمده است. از انواع گوناگونی کلاه‌ها او تنها به پاپاخ توجه دارد. کریم جان می‌خواهد از دوستانش خفا نماند. خیلی ما اومدیم برای خریدن این شبکه، نه برای زیبایی، ما برای که مخلصان حبیب نورمگامدوف هستیم. حبیب یک از اسپورتسمن‌های دورترین جهان میباشد. وقتی که کنار خط مگرگر بازی را سر کردن وقتی پیش برماندن شمیر شبکه را موندن وقت همه بالش کشیدن شبکه خودش. هر میزاجی که به نقطه فروش کلاه‌های کافکازی می آید با دستی پر بر نمی گردد. ارزش گران این سرپوش‌های پشمین به همه امکان نمی دهد که آن را خریداری کنند. نفرانی که امکان خریداری کلاه اصل را که از داغستان آورده می شود و تا 350 سومانی ارزش دارد ندارند می توانند کلاهی از آن ارزانتر با ارزش 50 سومانی را خریداری کنند. چندان بد هم به نظر نمی رسد. عکس‌های مخلصان حبیب نورمگامدوف با پاپاخ که در شبکه‌های اجتماعی از گوشه‌های گوناگون جهان نشر می‌شوند، توجه جوانان تاجیک را به این نوع سرپوش جلب کرده است. میگویند با این راه آنها ورزشگر دوست داشته‌شان را دستگیری و مخلصی‌شان را اثبات می‌کنند. خیلی که فوتبالیست‌ها مایک‌هاشون مخلصاشون می‌خرن می‌پوشن، ما هم خیلی مخلصی حبیبیم، ما هم شبکه‌هاشون خریدم می‌پوشیم. و کشاورزان در ولایت سوغد از نرخ نهایت ارزان پیاز شکایت دارند. هرچند حاصل زراعت این سال فراوان شد اما بنابر افت نرخ آن در بازارهای داخل دهقانان میگویند از حاصل دسترنجشان به جای فایده ضرر میبینند. کشاورزان از ناحیه پنجکن گفتند که تاجران به هر کیلوگرم دسترنج آنها از 30 تا 40 درم بیشتر دادنی نیستند. با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان می‌دهیم. با سپاس به یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح شما را انتظار داریم.